مسیر دیمم کاملا انجام شد. مون مسیر سیم، یعنی از درآمدی ده چه نکه لحظوی مو شستی لحظوی مو از درآمدش رقمی 11 هست. مو رقم 11 اینا درآمد از 11 و مثلا حرف گذاری کنیم رقم گذاری رقم 11 تیسور شد با 23 و 23 خیلی همین ایده چه نکه است با 23 یعنی بعد این شکل یازده بعد درآمد این 23 درآمد تیغای بازش کانتاکتی باز کانتاکتی ده چه نکه است این رقم 23 و از اینجا طبق نقشه برآمد اومد بعد 14 که یک ام ما گفتیم که ما میتوانیم میره با 14 یک نقطه وصل کنیم یا که ما میتوانیم با 4 ایرا وصل کنیم چون که این نقطه با نقطه اتصال داره. بهترش ما چنین شکل انجام دادیم. بعد استاپ اومد بعد استارت اومد با اینجا با یک اومد سیمکشی به طور زیرین انجام دادیم. اینجا اومد یک ما 14 هم کانتاکتی بازم با یک اتصال کردیم یک و ما همین برآمد همیرم ما میتوانیم با این نقطه یا با این نقطه یا با یک اتصال کنیم یگان فرقیت ایجاد نمیکنه و در وقت سیمکشی در وقت مانتاژ همه وقت ما نقطه نزدیکتری نمیگیریم. اگر که این کانتاکت نزدیک باشه ما با این کانتاکتی را وصل میکنیم. اگر کانتاکتی استارت دویم نزدیک باشه با این نقطه و اگر یک نقطه با دیگر در یک موقع جای گیرن و ما پیوست میکنیم با رقمی 4 یا که با 14 که یکی اگر ما پیوست کنیم اکثریت موارد ما میدونیم که این تگمه بیرون از شیت بیرون از پنلن و خوبترش ما با دیگر تگمه دیگر وصلش کنیم یعنی با تگمه دویم این رقم 14 را ما 24 برآمده این تیغای باز است با 4 وصل کردیم با 4 یعنی برآمد 24 با 4 یا با 4 یا با یک یا با 14 با کدومی که نزدیکتر است و شما خواهشی وصل کردن دارید و برای کسی لازم است که مثال مکملتر بیند میتواند که جای همین نقطه در همون 3 نقطه وصل کنه و نتیجه را بیند که یگون تغییر کلی با وجود نمیبیاد. همون مقصد اجرا میشود. ما سیمکشیش کاملا انجام دادیم؟ نه کاملا انجام دادگی نیستیم چون که اید با 0 اتصال شدگی است. 0 نیترال با اید یعنی اید یا که از این طرف ما گفتیم که اتصالی الکتریکی دارد اید یا این طرف یا این طرف یعنی فرقیت ندارد. بار دیگر نقشه را دیدم ابرویم اومد فاز با استوب
طبق نقشه. مسیر یکم از استوب اومد رفت با درآمدی استارت و استارت برآمد یک یک مسیر کاملا انجام شد و استارت ما و دی مسیر اومد با استوپی شستی دچینکای ما از درآمدی استارت ما گرفتگی بدیم دویم از درآمد از رقم 3 اومد به این طرف از این طرف هم اومد رفت 13 از 13 برآمد رفت ای یک درست و باز ای با پریمیچکا جهش کننده اومد با تیغه باز و از تیغه باز رفت رقمی ما 14 وصل کردگی نبودیم و رقمی 4 وصل کردگی بودیم اومد رفت رقمی 4 با فکرم که سخیمه کاملا درست است ما یک شستی ستوب داریم برای قطع کردن در کدام لحظه باشد یک تا وصل این وصلی ما در برای حالتی دویم است و این باشد برای حالتی لحظوی این چینگه که ما در صورت برای شما نشان دادیم منبع تغذیه را وصل میکنیم منبع تغذیه یکم 3 فازه دیم فازه را میبینیم درست است یکم حالتی دویم کنتاکت ریمو کدام نقلی از جوش بجوشید استوب نقل را پیوست میکنیم درست حالتی دویم خط وصل خط حالتی لحظوی اینچینگ ما حالت دویم داریم میتونیم که از حالت دویم به حالت لحظوی برگردیم به طور اتوماتیک این بود واریانت یکمی راه اندازی محرک اسینخرونی به صورت لحظوی و دویم و در واریانت دیم و سیم او رو در نوارهای نوبتی دیده میبرویم.